من خدمت تمام دوستان و همراهان این برنامه سلام عرض می کنم. من در این برنامه گفتگویی خواهم داشت با آقای امیر مردانی راجع به وضعیت آذربایجان در دوران حاکمیت خاندان پهلوی بحث و گفتگو خواهیم کرد. من در اینجا میخوام نظر شما را ابتدا در مورد رضا شاه بدونم. بفرمایید. سلام خدمت تمام بینندگان عزیز. خیلی ممنون جناب آقای بابک آزاد عزیز. همونطور که شما اشاره کردید، هر روزه ما در کشور ایران و کشوری به نام ایران شاهد قتل، شاهد جان باختن، شاهد شهادت فعالین سیاسی هستیم و هر روز ما این خبرهای ناگوار رو میشنویم. روزی نیست که ما به فضای مجازی مراجعه نکنیم و خبر ناگواری رو نشنویم. شما اشاره کردید به خوبی که حالا به زمان پهلوی هم ما میرسیم، ولی این نزدیک به 100 سال هست که هر رژیمی که بر سر کار آمد غیر از به شیشه کشیدن خون مردم کار دیگه ای رو پیشه نکرد، چه در رژیم پهلوی و چه در رژیم جمهوری اسلامی ایران. جا داره همینجا قبل از ورود به بحث دوباره یاد بکنم از زندانیان سیاسی آذربایجان، از جناب دکتر لطیف حسنی که به تازگی پس از نزدیک به 9 سال حبس از زندان آزاد شدن و جناب عباس لسانی که هنوز هم در زندان و در حبس هستند در این دوران کرونایی که رژیم عامدانه از این بیماری برای قتل و به شهادت رساندن زندانیان سیاسیش استفاده میکنه. در مورد رضا شاه یا رضا خان یا رضا پهلوی اگه بخوام صحبت کنیم، در زمان رضا شاه، در زمان دوران زمامداری 16 سالی رضا شاه، رضا پهلوی، ما شاهد بسته شدن روزنامه‌های مستقل هستیم. از لحاظ پارلمانی و از لحاظ مجلس ما اونجا مشروطه رو داشتیم، اینجا کلا مسئولیت پارلمانی رو برمی‌داره رضا شاه. از مجلس ششم، از پنجم یا ششم به بعد کلا بنایی حتی نمایندگان مردم رو هم رضا شاه انتخاب می‌کرد. یک نوع شورای نگهبانی که ما الان شاهدش هستیم. خیلی ها ادعا می‌کنن که رضا خان و رضا شاه خیلی انسان پاک دستی بوده. بالغ بر 2176 روستا سندش به نام رضا شاه زده شده بود، به زور بدون پرداخت هیچ چیزی. 44,000 سند و قبالت به نام رضا شاه در اون دوره 16 ساله حکومتش بر ایران ثبت شده بود. زمانی که رضا شاه خلع شد و محمد رضا پسرش به روی کار آمد و باید با یه جست سیاسی وارد عرصه میشد که بله خب من با پدرم فرق میکنم، من شرایط سیاسی رو میخوام درست بکنم، در یک نمونه فقط 38,000 شکایت علیه رضا خان و عمال اون ثبت شد. 38,000 مورد که البته هیچ کدوم به سرانجام هم نرسید، ولی این هم یکی از اسنادی هست که در این حکومت 16 ساله آنقدر جفا شد به ملت که همچین نمودی هم پیدا بکنه. اما برای ملت‌های غیر فارس چگونه است؟ در زمان رضا پهلوی، در زمان قاجاریه و قبل از اون که ما شاهد ممالک محروسه هستیم، این همزیستی بین ملت‌ها مسالمت آمیز بوده، دلبخواه بوده و هر ایالت ولایتی، هر قسمتی برای خودش حکمرانی محلی داشته. در واقع یک حکومت مرکزی بوده که امنیت کل اون جغرافیا رو بر عهده داشته، یک نوع فدرالیسمی که مثلا در سوئد و کشورهای دیگه شاهدش هستیم، و در این حال اون حکومت مرکزی زیاد کاری به حکمرانان محلی نداشته و اونها دارای نوعی اختیار برای حکمرانی در اون محلات بودن و این باعث میشه که این انسجام همیشه دوام داشته باشه و یا میره شاهد نباشین، چون همه چیز سر جای خودش هست. شما در این حالی که میگید من ترکم، من بسته به ملت ترکم، یا من عربم بسته به ملت عربم، در این حال خودتون را جزئی از یک ملت بزرگتر از لحاظ تعریف لیبرال ناسیونالیسمی میبینید. این اتفاقی که باید بیفته هست که قبل از پهلوی شاهدشیم به نوعی. اما برای از بین بردن این، برای ایجاد جنگ دائمی در منطقه و برای دسترسی به نفت که در مسجد سلیمان در کشف میشه و بهره برداریش در زمان رضا شاه هست به دست انگلیس، همه اینها رو کنار هم بگذاریم، باید این همزیستی مسالمت آمیز از بین بره. چه کاری بهتر از این که یک ملتی که اقلیت هست رو بیاریم هژمونی سیاسی بدیم و پارامترهای اون ملت رو به زور
به زور سرنیزه، به زور سرکوب، به زور شکنجه، به زور قتل، به زور حمله نظامی تعمیم بدیم به کل ملت. این اتفاقی هست که در زمان رضا شاه افتاد، پایه‌گذاریش رو کرد و در زمان محمد رضا ادامه پیدا کرد و در حال حاضر هم به نوعی شاهدش هستیم. یعنی به اصطلاح آمده اند میگویند که ما دولت ملتی ایجاد کردیم برای اینکه همه را شهروند در جلوه بدهیم. بله، این فی نفسه کار خوبی هست، ولی کسی که به این اعتقاد دارد دیگر حق ندارد که زبان یک ملت یا هویت ملت یک ملت یا تاریخ یک ملت رو سرکوب بکنه به نفع یک ملت دیگه. از زمان رضا پهلوی در مورد ترک‌ها ما شاهد ایجاد آذری هستیم، زبان آذری، قوم آذری تا جدا بکنه از کشور ترکیه و دیگر دنیای ترک و در این حال وابسته بکنه به داخل ایران به زبان فارسی، ریشه از زبان فارسی قلمداد بکنه و در بقیه جهان اینجوری شاهدش هستیم، شاهدش بودیم. در مورد اعراب، اینها مهاجرانی هستند که از عربستان به ایران آمدن، بلوچ‌ها که کلا قبول نداشتن که از پاکستان هجوم آوردن و بقیه ملت‌های هم وجود ندارن. در واقع همه فارس هستن. یعنی ظاهرش رو بله بزک کردند که ما یک لیبرال ناسیونالیسمی رو در زمان رضا پهلوی شاهدیم. این چیزی هست که پهلویچی‌ها ادعا می‌کنند که عرض کردم یا از بیسوادی سیاسی هست یا از غرض ورزی، چون یک چرخ رو یا ماشین رو نمیشه دوباره اختراع کرد. تعاریف مستدل و متقن هستن. ناسیونالیسم تعریفش هست، دولت تعریفش هست، ملت تعریفش هست، انواع ملت تعریفش هست. وقایع هستن که تعیین میکنن نیت شما از اجرای یک واقعیت، اجرای یک سیاست چه بوده. در زمان رضا شاه پایه‌گذاری راسism رو در ایران شاهدش هستیم به شکل بسیار کلاسیک و به شکلی که ده‌ها، هزاران، صدها هزار نمونه‌اش رو میشه لیست کرد. از قدغن شدن زبان عملی زبان ترکی، یعنی اینکه ادعا بکنیم زبان ترکی قدغن شد ادعا نیست، عملا قدغن شد. تغییر اسامی مکان‌ها، تغییر تاریخ شفاهی، روایی و کتبی آذربایجان و دیگر ملت‌های غیر فارس، کوچ اجباری ملت‌های غیر فارس به مناطق مرکز نشین، ایجاد اقتصاد ضعیف در حاشیه، عمدن ایجاد اقتصاد ضعیف در حاشیه ایران به نفع مرکز، به نفع مناطق فارس نشین، تخریم تمام ابنایی که در زمان قاجار و قبل از اون به نام ترک‌ها ثبت شده بودند و ده‌ها مورد بیشتر از این. سال 1346 قبل از اون رضا پهلوی با جدایی بحرین از ایران موافقت کرد، چیزی که نمیگن پهلویچی‌ها، چیزی که همیشه میگن که بله در زمان قاجار سرزمین‌های ایران از دست رفتن ترکمنچای و اشاره نمی‌کنن که حالا من لیست کردم خدمتتون عرض می‌کنم که یکی از اون نمونه‌ها بحرین بود که 1306 رضا شاه موافقت کرد از ایران جدا بشه. نکته‌ای که شما اشاره کردید خیلی جالب بود. محمد رضا پهلوی سال 1346 در صحبت‌هایی که فکر کنم در هندوستان کرد گفت که بله ما این حق رو برای بحرینی‌ها قائل هستیم که یک رفراندوم برگزار بشود و حاکمیت ملی خودشون تصمیم بگیرن که در ایران بمانند یا نروند. اگر تعیین رفراندوم، اگر برگزاری رفراندوم برای تعیین سرنوشت ملی خوب هست، همونطور که میگن که ما نمیخواستیم بحرینی ها رو اشغال بکنیم، چرا در مورد بقیه ملت ها این درست نیست؟ و اگر درست نیست پس چرا بحرین رو از دست دادید که این همه قاجار و بقیه رو دچار ملامت میکنید که اینها خاک ما رو بخشیدن و رفتن؟ زمانی که محمد رضا به روی کار آمد هیچ تغییری ایجاد نشد در سیستم، فقط برای دوره کوتاهی، چون خب ملت ناراضی بودن و در نتیجه اون نارضایتی ها بود که انگلیس مجبور شد رضایی که خودش آورده بود رو از کار برکنار بکنه. یک دوران کوتاهی با مسامحه سیاسی ایجاد کردید. بله این واقعیت است. هر کس دیگه‌ای هم غیر از محمد رضا بود این اتفاق می‌افتاد، چون دوران بعد از انقلاب حتی در زمان 57 هم شاهدش بودیم. یک دوران گذاری هست که سیستم خودش رو تثبیت بکنه. در این دوران گذار لاجرم فضای سیاسی ایجاد خواهد شد. این از صدقه سری هیچ کسی یا لطف هیچ کسی یا خصوصیات ذاتی والای هیچ کسی نیست. هر سیستمی این رو تجربه خواهد کرد. ولی همین محمد رضا چند سال بعد، یعنی 3-4 سال بعد
که سیستم خودش رو دوباره پایه‌گذاری کرد، دوباره مجددا سیستم پدرش رو رفرش کرد، مستحکم کرد، به ادامه داد، نزدیک به 30,000 نفر رو در آذربایجان قتل عام کرد. حکومت ملی آذربایجان، یک سالی آذربایجان، که به روایت ویلیام داگلاس کاری کرد که در دهها سال حتی پهلوی ها نتوانسته بودند که بکنند، در عرض یک سال آنچنان خدماتی به ملت آذربایجان کرد و در پاداش این خدمات به ملت آذربایجان پهلوی با ریاست محمد رضا پهلوی 30,000 نفر رو قتل عام کرد. در عرض یک هفته خودشون میگویند 25,000 نفر. صدها هزار نفر مجبور به کوچ اجباری شدند. صدها هزار نفر مجبور به فرار و دیگه هیچ وقت قابل بازگشت نشدن به داخل مرزهای ایران و آذربایجان. یعنی در کماکان بر همان پاشنه میگردد و هنوز هم که هنوز هست. محمد رضا پهلوی که تا زمان مرگش گفت و سلاله پهلوی تا الان و هوادارانشون تا الان روز 21 آذر 1325 به عنوان روز نجات آذربایجان بیان میکنن. علیرغم 40 یعنی 1125 رو حساب بکنید، 1199 قریب به 70 سال، بیش از 70 سال گذشته و هنوز لااقل یکی از اینها نیامدن بگویند که بله آذربایجان نجات پیدا کرد، از دست اجانب نجات یافت، به نام وطن برگشت، ولی متاسفیم که 30,000 نفر هم در این مسیر کشته شدند. یعنی لااقل این رو هم شاهد نیستیم. گویا آن کسانی که کشته شدند به زعم اینها ایرانی نبودند. بله، اینها واقعا اعتقاد دارند که ملت‌های غیر فارس ایرانی نیستند. اگر بخواهند ایرانی باشند باید به سیاست آسیمیلاسیون گردن بنهند، خودشان را از هویت خودشان بکنند و بگویند که بله ما فارس هستیم یا ما نوکرانی هستیم برای ملت فارس. رضا شاه در سال 1306 موافقت کرد با جدایی بحرین. روستای فیروزه رو داد به روس‌ها که الان دست ترکمنستان هست در تحت پیمان آخال. یک نمونه دیگه مسیر اروندرود رو کلاً داد به عراق، رضا پهلوی، پیمان سعدآباد. دشت ناامید رو داد به افغانستان که سرچشمه هیرمند و اینها هم در اون هست و آغرداغ کوچک رو هم داد به ترکیه. حداقل 3800 کیلومتر مربع در زمان رضا پهلوی از ایران جدا شد. کو آن رگ گردن ورم کرده پهلویچی ها؟ کجاست؟ چرا اشاره به اینها نمی کنن؟ چرا ناراحت نیستن از اینها؟ چرا هیچ خبری در مورد این نمیخونیم که چرا رضا پهلوی خاک وطن رو داد؟ ما که این حد حساس هستیم بر روی خاک وطن، چرا فقط حساسیت ها همه بر روی آذربایجان هست؟ اینجاست که مشخص میکنه که فارغ از اون جغرافیا پس مسئله دیگه‌ای هم هست. در واقع مسئله اصلی ملت ترک هست. خیلی به نکته خوب اشاره کردید جناب آزاده عزیز. در واقع همونطور که شما فرمودید در عصری زندگی میکنیم که نمیشه ملت رو به سادگی فریب داد. یعنی بله در عصری زندگی کرده ایم و میکنیم که فتوشاپ موجود هست، ولی در همان عصر هم خیلی با جزئیات میشود یک فتوشاپ بودن یک عکس یا جعلی بودن یک ویدیو و چون این مواردی رو فهمید. در مورد اینکه در ایران هواداری دارد یا هوادارانی دارد رضا پهلوی، پهلوی آخر، اینو باید به دو بخش تقسیم کرد. در واقع خب یک بخش آذربایجان هست، آذربایجان جنوبی هست و یک بخش ورای این هست. خب ما در بقیه مناطق و در بقیه جاها شاید اونقدر نتونیم به دقت و با جزئیات اشاره بکنیم که در چه سطحی از هواداری هستن، ولی باز همونطور که شما اشاره کردید به صرف ادعا نمی شود گفت که واقعی صورت گرفته. یعنی من الان می توانم ادعا بکنم که تشکل آزوق هواداران میلیونی در کشور دوست و همسایه ماداگاسکار دارد. این ادعایی هست که من می توانم بکنم، ولی من این ادعا را باید ثابت هم بکنم. یعنی نمیشه که به صرف ادعا بگم که بله من چون گفتم پس حتما هست. مشکلی که در مورد هواداران پهلوی وجود داره اینه که اینها ادعا را به صرف قطعیت هم در نظر میگیرن. در مورد مناطق فارس نشین و بقیه جاها غیر از آذربایجان ادعا میکنن که هواداران پهلوی هزاران نفر بسیار سرشمار مثلا بیشمارند. این یک معاوضه‌های خارجی هم باید داشته باشه. یعنی ما باید در فضای مجازی شاهد اتفاقهایی باشیم در آن مناطق
که بگیم که بله با تکیه بر این اتفاقایی که افتاده، با تکیه بر این اسنادی که منتشر شده، ویدیو، عکس و هزار تا مثل اینها، نتیجه بگیریم که هواداری داشتن. چیزی که ما شاهدشیم صرفاً در بعضی فضاهای، در بعضی رسانه‌های اجتماعی مجازی، چه تلگرام چه اینستاگرام، گروه‌هایی هستن که ملت‌های عموماً با اسامی جعلی یا فیک، غیر حقیقی، اونجا دارن سرکله هم میزنن که بله ما کشور آزاد میکنیم، ما هزاران نفریم، ما میلیون‌ها نفریم. در داخل ما چیز خاصی ندیدیم. اونقدر چیز خاصی نبوده که وقتی یکی دو بار شعاری سر داده میشه کل فضای مجازی رو اینها شخم میزنن و گویا به المپیک آزادی صعود کردن. دقیقاً از این قحطی هوادار هست که چنین ریاکشن های غیر طبیعی رو مشاهده هستیم. بله در خارج از کشور، در خارج از ایران هوادارانشون زیاد هستن. مسلماً اگر آن پولایی که محمد رضا پهلوی و سلاله پهلوی در آن زمان، پول مردمی که برده بودن بیرون، اگر در دست هر یک از ملت‌های غیر فارس بود، شاید الان ده سال شاید واقعا بود که این ملت‌ها به استقلال خودشون هم رسیده بودن. اون پولی که اونا بردن مسلماً این هواداران رو هم میتونن در حال حاضر بخرن در خارج از کشور. اما به آذربایجان که بیایم، همونطور که شما اشاره کردید، خیلی به درستی اشاره کردید، در آذربایجان ما در بحث ماجرایی به همین خاطر خیلی راحت میتونیم ادعا بکنیم و این ادعامون رو هم ثابت بکنیم. ما ادعا داریم که در آذربایجان حرکت ملی آذربایجان پیشروترین و به تعبیری تنهاترین اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی ایران هست. این ادعای ما هست. اسنادمون چی هست؟ از سال 87 که آزاد بنیانگذارش شد این راپورها رو ارائه داد تا سال 95 و از اون زمان تا الان نزدیک به 13 سال هست، 12 سال هست. در طول تمام 12 سال متوسط هر 34 ساعت یک فعال سیاسی در آذربایجان جنوبی بازداشت شده. این فعال سیاسی البته منتسب به حرکت ملی آذربایجان هست. یعنی شما یک بازه 12 ساله دارید که در این 12 سال هر 2 روز، اصلا من نگم، هر 2 روز یک بار یک فعال منسوب منتسب به حرکت ملی آذربایجان در این خطه بازداشت شده. این یعنی پویایی حرکت. شما در این 12 در تمام این 30 سال 40 سال هزاران، شاید 10,000 ویدیو از تظاهرات، از اعتراضات، از تجمعاتی که حرکت ملی آذربایجان بنیانگذار آن بوده و 10,000 نفر در شرکت داشتن رو میتونید مشاهده کنید. یک نمونهش قیام 85 خرداد 85 که بیش از 11 شهر قیام کرد، یا سال 92 اگه اشتباه نکنم در جریان اون فتیله بود که بیش از 30 شهر، حتی در شیراز، حتی در قم و حتی در تهران ما شاهد بودیم که ملت به خیابان آمدن، به هویت خودشون برگشتن و شعارهای ترکی و خواسته هاشون هم ملیگرایی ترکی بود. این ادعاهایی است که اسنادش هم موجوده. اما آیا و به تبع ما 10,000 و هزاران زندانی سیاسی داشتیم، ما 10,000 نمونه مرگ مشکوک که فعالینمون رو داشتیم که به شهادت رسیدن و نمونه های بیشماری از دیوار نوشته ها، پخش تراکت ها و اینها اسناد ما. حالا بیام به پهلویچی ها و یا هر سیستم یا حزب دیگه یا هر فکر دیگه، هر اندیشه دیگه که ادعا داره در آذربایجان داره پایگاه هست، به اون برسیم. هیچ نمونه شما مشاهده نمی‌کنید. آیا در این 10 20 30 40 سال و بیشتر شاهد بودیم یک زندانی در آذربایجان جنوبی بازداشت بشود و پروندهش منتشر بشود که نوشته ایشان به دلیل هواداری از نظام پهلوی یا پهلوی این آخر یا هر چیزی، نظام شاهنشاهی هر چیزی بازداشت شده؟ نه، شاهدش نیستیم. آیا دیوار نوشته بوده؟ نه، شاهدش نبودیم. آیا یک نمونه بوده که 10 نفری در یکی از شهرها، نه یکی از روستاها هم نه، یکی از کوههای اطراف یکی از روستاهای آذربایجان جمع بشوند و شعار بدهند که زنده باد پهلوی؟ نبوده. ما هیچ اکت سیاسی رو در تمام این سالها شاهدش نبودیم و میشه نتیجه گرفت که لااقل کنشگران سیاسی در آذربایجان هیچ میل و رغبت مثبتی نسبت به پهلوی ها ندارند. ببینید، من سوال آخرمو به این صورت مطرح میکنم. تشکیلات شما
از چه نوع سیستم سیاسی برای اداره ایران جانبداری میکنه؟ یکی از دوستان یک مثال جالبی داره که این رو باید از ایرانی ها بپرسید یا از اونهایی بپرسید که هنوز تعلق خاطری به ایران دارند. در طول این 100 سال اندی آنچنان بلایی به سر ملت آذربایجان آوردند، مخصوصا و به سر ملت های غیر فارس، که واقعا دیگه رغبتی برای نیروهای سیاسی آذربایجان به طور عام اشاره میکنم، شاید بعضی جریان ها هستن که اینطوری فکر نمیکنن، ولی به طور عام فعالین سیاسی آذربایجان واقعا رغبتی یا دیگه تمایلی برای مشارکت در فضای سیاسی ایران رو ندارن. دیوار بی‌اعتمادی آنقدر بلند شده از سمت جریان‌های مرکزگرا و اپوزیسیون فارس که روز به روز و پله به پله این احتمال همکاری، این احتمال مشارکت در فضای سیاسی آینده ایران کمتر میشه. شما در همین جنگ قره‌باغ حمایتی که از ارمنستان شد توسط نیروهای اپوزیسیون فارس، شاید خود ارمنی‌ها اینقدر حمایت نمی‌کرد. که عرض کردم این دیوار بی‌اعتمادی روز به روز داره بزرگتر و بلندتر میشه. برای شکستن این یک واقعیتی هست. بالاخره آذربایجان راه خودش رو از لحاظ سیاسی از مرکز جدا کرده و در این مسیر به جلو می رود. بله راه ساده ای نیست، بله نتیجه گیری سیاسیش شاید در آینده خونین باشه، شاید جنگی هم در بگیرد. اینها واقعیاتی که هست، موجود هست. هیچ کس دلش نمیخواد که اتفاق برای ملتش بیفته، اتفاق ناگواری بیفته. هیچ کس دلش نمیخواد که جنگ بکنه، هیچ کس دلش نمیخواد که به سختی این مسیر آزادی رو طی بکنه. ولی وقتی فقط یک مسیر باقی مانده، دیگه راه دیگه وجود نداره. این اپوزیسیون فارس هست که باید به این فکر بکنه که من برای آینده سیاسی ایران چه اندیشه‌ای دارم. اگر به همین منوالی که تا الان آمدن بخوان ادامه بدن، این مسیر نتیجه قطعیش، مسلما نتیجه قطعیش به نفع اونها نخواهد. اصلا اعتقادی ندارن که ملتی غیر از ملت ایران و به تبع اون ملتی غیر از ملت فارس وجود دارد. اینا فی نفسه این رو رد کردن. یعنی اقتدار و ساکت اینو باید قبول بکنن که اصلا ما ملت‌های غیر فارس رو داریم. باید قبول بکنن که ظلم و سیستم و راسism سیستماتیک علیه این ملت‌ها ایجاد شده و داره اعمال میشه در حال حاضر. اما خلاصه‌اش رو عرض کنم، آزاد اعتقاد دارد به حق تعیین سرنوشت ملی. هدف واقعی ما به عنوان یک تشکیلات سیاسی این هست که تلاش بکنیم در یک سیستم آزاد، در یک سیستم دموکراتیک رفراندومی برگزار بشود و تا زمان برگزاری آن رفراندوم این عقاید سیاسی خودمون رو جوری نشر بدهیم که ملت آذربایجان جنوبی، ملت آذربایجان، ملت ترک آذربایجان قانع بشوند به این که بله در یک سیستم آزاد و مستقل می شود بسیار بهتر از این زندگی کرد. ولی پایبند هم به این هستیم که اگر زمانی در یک رفراندوم آزاد ملت آذربایجان رأی دادن به هر چیزی، به یک سیستم فدرال در چارچوب خاک ایران، با تمامی قوای خودمون هم در این مسیر جلو خواهیم رفت. فقط این رو باید در نظر گرفت. یک سیستم برای برپا ماندن احتیاج به همکاری صمیمانه و دلبخواه انسان‌های آن سیستم داره. اگر اپوزیسیون فارس فکر میکنه که روزی خواهد آمد که از ترس رژیم جمهوری اسلامی ایران ملت‌های غیر فارس مجبور بشوند به همکاری، اتفاق نخواهد افتاد.